چطوری نیگا؟ قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، برای کسایی که نمیدونن بازی امانگ اس چطوریه الان من تو توضیح میدم. ما 10 نفریم که وارد سفینه بازی میشیم. 8 نفر کرومیت یا شخصیت‌های مثبت بازی که بعد تو طول بازی تسک یا وظیفه‌های مختلفی رو انجام بدن. خب تا بتونن بازی رو ببرن. 2 نفرم ایمپاستر یا همون شخصیت منفی تو بازی داریم که بعد این 8 نفر رو تو خفا بکشن. وقتایی هم که یه نفر یه جنازه پیدا کرد، یه میزگرد تشکیل میده، همه پلیرهای زنده بازی جمع میشن که بعد ایمپاسترها این وسط مثل سگ دروغ بگن و قتل رو بندازن گردن یکی دیگه. در نهایت یه نفر با رأیگیری اکثریت میره بیرون. کرومیتا در صورتی برنده میشن که با رأیگیری 2 تا ایمپاستر رو حذف کنن یا اصلا وظایفشون رو قبل از اینکه بمیرن تموم کنن. ایمپاسترها چطوری میبرن؟ اونا هم هر وقت کل کرومیتا رو کشتن یا با رأیگیری حذف کردن برنده میشن. بریم که داشته باشیم. به سن اندریس خوش اومدیم. من سی جی هم از گروه با بچه محلا دیرو پلیس رو کردیم زیر و رو، واسه ما نشد تو پرو. اگه بکنیم بازی رو شروع یه خود دیدی یه چیز دراز رفت و ماتت تو فرو. امروز شدیم 16 ساله، بازار بازی کردیم پاره، هنوزم از در و دیوار طرفدار داره میریزه. آره خاطراتت اینجاست پسر، نداره هیچی چاره. ها سی جی تا دلت بخواد برات داستان سریال داره. نیگا من ساقیم خیلی سرم ها تو این بازی دوست چه گوه دارم میخورم. این چه تسک انیه، چه شب انیه، مغزم رید. حالا قبلش خودمو ساخته بودم یه چیزی کور خوندی شاشو. همینجا میشینم یکیتونو زیر نظر میگیرم. یکیشو خدا. اگه مردم روی سنگ گبرم بنویسید. اگه عشق ماشین نبود شاید اصلا اینجا گبری نبود. سلامتی جوانایی که دل پیر دارن، سلامتی گیمرایی که حکم تیر دارن. شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. تو احساس نمی‌کنی ما داریم زیر مفت میزنیم؟ تو آره، ولی من دارم گل فرمایش میکنم. گوه فرمایش میکنی؟ گوه احمد گوه فرمایش میکنه، مردی که کور. به من میگی کور؟ تقریبا مطمئنم اینجا کسی جز تو کور نیست. آدم کور باشه ولی کور نباشه. البته مگه تو کور نیستی؟ چطور داری پرتاب میکنی سمتم؟ رد بوسو گرفتم پوفیوز با انا تا 10 کیلومتر پیداست. اسکولا رو نگاه کنم، برید تاسکاتون رو انجام بدید. روانیات تا بازی رو نباختیم. ای سی جی کل سکسی یه رپ جدید نوشتم در مورد عمو لاشی سوباسا، بیا برات بخونمش. اناگو تف نده بابا. حالا بشین در مورد لاشه خودت رپ بخونه عوضی. وای تاش با کار توریست دا خروسکیو کی چاپ کرد رو زمین. بذار ریپورت بزنه و میزگرد و تشکیل بده. یا نه وایسا بذار همین مسیر رو برم جلو، شاید فهمیدم قاتل کیه. خب بذار باقی اتاق رو ردیف کنم. چطوری گوات کوچولوی پیر؟ مطمئنی فقط به قصد اول پرسی اومدی؟ سگی کی باش که باید اول پرسی کنم آخه بنگیه بدبخت. هادی جنازه زن بزن مامورا بریزن. بابا اینجا بازی سر ماموریت واقعی هستی. گوهای بزرگتر از هیکلت میخوری ها. صدای تفنگو از تو همین اتاق شنیدم. و بله کسی که تا دیروز نمیتونست خودش رو بشوره حالا واسه ما قاتلم عذاب در اومده. به اون شرف نداشتون یه لحظه وایسی تا واسهتون توضیح بدم. چی توضیح؟ بابا توضیح نشانه زد. با تو یکی گو نخور دیگه. پلیر تمپنی با جیش کدر سگ یکی شد. همچنان 2 ایمپاستر در بازی باقی مانده است. او مثل داداشم بود. اگه ناراحتی داشته کم بود. این دیگه چه عنی بود مثل پشکال زیر پام له شد. با یه مش نوب سگ شدیم همبازی. هنو منو نشناختن. فاک. به به منیوچ خان. حاجی ابو گوزا اسم پناه آورده بودم اینجا، خدا سر شاهده. توف تو دهنت بسموک. یه قانون نانوشته‌ای هست که میگه فقط ایمپاسترها میتونن از ونت استفاده کنن. بابا ابو گوزا اسم خیلی شدید بود، مجبور شدم قانون زیر پا بذارم. پلیر سویت با ان سبز کمرنگ یکی شد. تنها 1 ایمپاستر در بازی باقی مانده است. خب این گواد هفتی هم که به خاطرات پیوست، اونم به کمک اسطوره همیشه در صحنه، یعنی رایدر نینجا. دوستان دقت کنید، از اونجایی که سوید ایمپاستر بود بهترین انتخاب واسه یارش میتونست داداشش سی جی بوده باشه. چرا ان میگی کچل زنزلیل؟ کی گفت هستم ما داداشیم؟ ما سویتو تو جوب پیدا کردیم. بعدش هم اونقدر زای برنامه‌ریزی نمیکنن 2 تا داداشو بندازن ایمپاستر. مگه انی؟ آجی لایک من تارگتمو عروض برمیدارم. خب از دنده عقب میگیرم. به شرفتون کی آوردی؟ ما اینجا رو با مافیا اشتباه گرفتی. اسم مصطفی است. و قاسم
قاسمو. نه قاسم بهت نمیاد، بهت میگم مصطفی. پس چی اصلا چه کارم داری؟ مصطفی برو. پخشید بابا، پخشید گیخری نکنید تا بریم تسکامون انجام بدیم، بازی رو ببریم. آقا من رفتم سراغ دوربینا، فعلا خداحافظ. شت داشتم شناسایی میشدم و ان کفتر تو دهنت سویت نوب افتادن تنها با 5 تا پلیر. اب نداره، کد تقلب به راهه. بعدش هم یه چیز دیگه به راهه. یا علی وای ووزی برگرد، میخوام یه چی نشونت بدم. مردی که کور با چه امیدی برگشت هستن؟ با گوشات میخواستی ببینی؟ ای سگ برینه تو دهنت سیجه. باید برم تو اتاق اورژانسی ریپورتو بزنم تا با رأیگیری سیجه پرتش کنیم بیرون. کدوم سگی داره درو میبنده؟ درو باز کنید. با من فوبیا ترس از فضای بسته دارم. یه صدایی داره میاد. وای بومه. سلاممو به اسرائیل برسون. وای رایدر صدا میشنوی؟ سیجه یه ایمپاستره، برو سری میز گرد تشکیل بره تا بیایم بهش رای بدیم. خب پس سر لشتو جمع کن گوزو، چون اگه یکیمونم بمیره 1-1 میشیم و ما آخرین بازی رو میبازیم. خب بنگی من تو اتاق دوربینم بیا که با هم بریم. درو باز کن پوفیوز خر، به قرآن بگیرمت پارت میکنم سیجه، مال اسکر رو میکنم تو کونت. نایس. این چه کله خریه دیگه؟ بابا نیاد آخر، شوخی کردم من اینجا نیستم. جون چه گوشتی. کمک. نیگا کیف کردی چطور بازی رو در آوردم؟ بابا گوه نخوری که کد تقلبات بازم پاهم برگرده. شبیه پری دریایی شدم. پخشید گیخری نکنیم تا بریم بازی رو. بابا سگی کی باش که تو مگه این چه زیر پشکل مثل پاملش زیر پش فاک بو گوزت خیلی شدید بود. من گفتم شقاق شاتی فخش کی خای شوق گایو گه تو شدید چه کلمه انیه. یه جلو رو عوض من نمیتونم اصلا نمیشه. بابا حل این تاس از خود اسکولا رو نگاه کنم. برید با حاجی ابو گوزا اصلا پناه آورده بودم اینجا. خدا دهنتو شفا بده اسمات. بابا گوه نخوری که قد تقلبات خب دیگه این گواد هفتی هم که به خاطرات پیوست، اونم به کمک اسطوره همیشه در صحنه یعنی رایدر نینجا. من و تو دلم شکست، دل من باز تو رو خواست، یا مال دلش من. با یه مش نوب سگ گواد پوفیو شدیم هم بازی. هر منو نگایدن. سابسکرایب کنید، لایک کامنت، وگرنه سگ میشم پاچه میگیرم از یکی یکیتون.